بدم دستت. نه دیدم الان پشمام ریخاره، لذت بردم واقعا. خوبه. نه این کارو در میاره به نظرم. نه خوبه. دوست داشتم. خواهی دستت باشه. نه خوش اومد. سلام، دانا هستم و با یه ویدیو دیگه از یه شغل دیگه در کنار شما هم و آمدم که یاد بگیرم. عرضم به حضور شما که شما خودتون معرفی میکنین و چند وقته تو این کاری؟ خب منم افشینم، 6 سال تو این کارم، تو حوزه اکسسوری. بعد اکسسوری اصلا چیه؟ تعریف اکسسوری مثلا ببین مغازه من میشه خنزل پنزل اگه فروشی. آره فروشیش هم آفرین. یعنی همه چی هست. شما از کلاه بگی، چیزای باحال بگی، همه چیز داره. هر کی میاد اینجا مثلا هر کی با یه چیز ارتباط برقرار میکنه. یه سوال که مثلا ذهنم درگیر کرده بود اینه، مثلا میری خواستگاری مثلا بهت میگن شغل چیه، چجوری برای پدر اون خانم مثلا توضیح میدی من شغلم اکسسوری فروشی؟ وقتی مثلا تو تاکسی میشینم طرف مثلا میگه میخوای بری صدرا، میگم آره. میگه کاسبی، میگه آره. بعد میگه خب شغلت چیه؟ میگم اکسسوری. بعد میگم اکسسوری یارو میمونه چی؟ مثلا اکسسوری چیه؟ میگه خب یعنی چی؟ میگم کسچه فروشی. همه چی دارم. این خیلی راحت به جا میاد. اگه برم اونجا باش راحت باشم میگم حقیقتا کسچه فروشی. همه چی دارم. من میتونم بگم. فوش میدم. بعد ارزم بزرگ چی شد که این شغل انتخاب کردی و اصلا چه دیدگاهی داشتی؟ ببین راستیتش این بود که محمد بود، محمد دشتی، ویدیو قبل. آفرین، ویدیو قبلی که گرفته بودی باش، اون لباس فروشی زده بود، خیلی خوب گرفته بود براش. بعد منم یه پول قبلش رفیق بودین؟ یعنی کلا آره رفیق بودیم. بعدش گفتم خب من چیکار کنم، مثلا دیدم کارو بارش گرفته، خب من شغلم یه چیز دیگه بود. بعد با محمد که مشورت کردم گفتم آقا چیکار کنم، گفت بیا اکسسوری بزن. دیگه اکسسوری افتاد تو. برای شروع از چه چیزی شروع کردی؟ چه بخشی از اکسسوری؟ چون خیلی تنوع داره الان نگاه میکنم. ببین اون موقع هم این سبک تو ذهنم بود، یعنی این محصولاتی که می آوردم اون موقع مثلا حالا یه سری کلاه و جوراب و عینک نبود، مثلا یه سری گردنبند و این داستانا بود، مثلا چیز کلی بیشتر آره. داشت. اون موقع خیلی آره مثلا بودجه خیلی محدود بود. با چقدر شروع کردی؟ من فکر کنم با پول پیش مغازه و دکور اینا بکنم یه 90 تومن. 90 تومن اون موقع. 6 سال پیش. یعنی فکر کنم بعد کرونا بود من اومدم. خیلی مشتریایی که شما داری جز تینیجران و قشر کم سن و سال و اینا، این اختلاف سنی که مثلا بین شما و اون شخص مثلا به وجود میاد باعث نشده مثلا تو ارتباطات با مشتری یا فروش به مشکل بخوری؟ یا این خیلی خوب بوده. ببین این پوان کار من بود، یعنی ناخودآگاه یه جایی افتاد که به میگفتن عمو. جدیت میگم، یعنی طرفی من گفت چطوری عمو؟ و مثلا الان مثلا با اون موقع مثلا من 25 26 بودم، طرف 13 14 دیگه به عمو لوراکس معروف شدم. یه سری میگن عمو، یه سری میگن عمو لوراکس، یه سری میگن عمو افشین. الان مثلا طرف سنش رفته بالا، مثلا 22 سالش شده، 24 سالش شده، میاد میگه عمو. و من لازم چیز هم که ندارن مثلا چونه مونه هم تو کارت نیست خدا رو شکر فکر کنم. نه فقط مامانا اگه ماماناتون رو نیارین خواهش میکنم. فقط مامانا میشنن. در 90 هم اضافه شدم بهش. در 90 الان 90 میشه چند ساله؟ میشه 14. خوبه، یعنی ترند بازاری فکر کنم همیشه. آره. ببین دست گذاشتیم که روی نسل جدید، خب و هر نسلی هم که بیاد اضافه میشه. و یه چیزی که من همیشه تو ذهنم بود، یعنی یه چیزی که خیلی دوست داشتم مثلا داشته باشم تو مغازه، اگه مثلا الان مغازه رو نگاه کنیم تو حالت گیم برات مثال بزنیم، میشه اوپن ورد، دسترسی داری به همه چی. مثلا من خودم مغازه میرفتم، دسترسی چون نداشتم به همه چیز حال نمیکردم با اون مغازه. اینجا نه،
از روز اول همه مشتری و همه چیز الان به 90% محصولات دسترسی داره. طرف میتونه دست بزنه این چیه، اون چجوری، این فلانه بهمانه. یه چیز دیگه هم که خیلی دوست دارم تو شغل خودم اینه که دوست دارم نوستالژی بچهای فولاد شهر باشه اینجا. نوستالژی بچه‌های فولاد، یعنی دهه‌های مثلا چیز، یعنی هر دهه، آره هر الان برای دهه آفرین، یعنی دهه 80 کسایی که مثلا مشتری بودن، مثلا یه سری دخترها، خب اون مثلا 6 سال پیش طرف روشای مشکی میزد چوکه، مثلا اون موقع محصولات خیلی دارک می آوردن. خب مثلا اون طرف اومده اما یادت من مثلا 5 سال پیش 6 سال پیش میمدم پیش از این محصولا میگرفتم. آره یا طرف مثلا یادت من فن بی تی اس بودم، میدونی. بعد الان که مثلا بزرگتر شدم یه سری خاطراتی دارم. آره آفرین، یعنی خیلی از دهه 80 یا کسایی که مشتریم بودن خاطره دارن از لوراکس. آره اینو خیلی دوست دارم. مثبتی توش. آره دقیقاً. هم به این چیز خاطره هی بهش اضافه میشه. الان دهه 90 ان شاءالله. آره. تو اینا می‌خوایم. بزرگترین چالشی که تو این کسب و کار باهاش سر کله زدی و تونستی پشت سر بذاریش چی بوده؟ خیلی مثلا یکی از بزرگترین، حالا خیلی مشکلات. ببین چالش توی کار، ببین من همیشه رو برندینگ فکر میکنم. یعنی تمام تمرکزم اینه که چجوری میتونم این برند رو بزرگترش کنم. ولی اگه بخوام من نگاه کاسبی نگاش کنم، جنس جور کردن و پر بودن مغازه و همیشه محتوا داشته باشم. ببین تو وقتی بودجت محدود باشه، با این شرایط افتضاح الان، خب وقتی پول دستت باشه خیلی راحت هم میتونی توی اینستاگرام محتوات بسازی، یعنی هر روز محصول جدید داری که محتوا بذاری. این تو کار من باید روزی 4-5 تا پست بذاری. 4-5 تا پست؟ آره. یعنی من 4-5 تا پست بذارم راحت فروش. میذاری؟ نه نمیتونم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بذارم دیگه محصولی ندارم بعدش بذارم. این جوری جنس خیلی مهمه. اولین فروش تو یادته و یادت مثلا ببین من یه چیزی رو بگم کاملا ببین کلا من یه چیزی که مثلا دارم خیلی فراموشکارم. هم تو رفیقام همه میشناسن که افشین مثلا خیلی آدم فراموشکاره. اگه میخواستی مثلا به خودت داخل 5 سال قبل 3 تا نکته راجع به این کار بگی که توش موفق تر باشی، اون 3 تا نکته چی بود؟ زودتر بیا جلو دوربین، زودتر باید میومدی اینستاگرام خیلی باید بیشتر جدی میگرفتم و زودتر باید میومدی جلو دوربین. یعنی اینقدر مهمه زودتر خودت. خب من قبلش همیشه جلو دوربین میومدم و خیلی آرام آوردم جلوی دوربین. خب ولی قبلی چی بود مثلا؟ من شغل قبلیم تا حالا نگفتم. شغل قبلیم قبل از این مدرس بودم. مدرسه؟ سوشیال مدیا اینستاگرام. جدی؟ آره. یعنی 8-9 سال پیش ما یه پیجی داشتیم 10 تا بود. 10-13 تا بود. اون موقع 10 تا خیلی بود. مال خودت بود پیجی؟ آره. به شخصی پرسونال برندینگ خودم بود. اون موقع مثلا الان فکر کنم آره 400 تا الان. چی شد پیجه؟ کار نکردم. اون کم کم اصلا کلا بایکوت شد. دکوراسیون اینجا خیلی قشنگ و باحاله. بعد میذارم ازش. این دیوار رو چقدر زمان برد انجام بدی؟ 6 ساعت فکر کنم. اینجا رو چقدر هزینه و کلا مثلا چجوری؟ ببین داستان این، من همیشه دوست دارم یه یادگاری بمونه. خب این دیوار رو پوستراشو دونه دونه عکسش خودم انتخاب کردم. 80% انیمه است و اینا رو چاپ زدیم. با 4 تا از بچهای فولادشهر دعوت کردیم که بیایم اینجا رو بزنیم و 6 ساعت طول کشید. و کسی که انیمه بازه خیلی با این حال میکنه. و حالا تصویر بزرگترش نشون بده، یه تصویری داریم توی انیمه بهش میگم مانگا. خب این سبکی میشه سیاه و سفیده. خب دارک تقریبا. آره دارک نه، اون دارک میشه. خب این سیاه سفیده مانگا. اگه اسمش رو درست بگم مانگا. این مانگا تو ابعاد بزرگ که میشه بک‌گراند برای انیمه بازی. انیمه دوست دارم دیدم چند.
از وقتی که اومدم لاراکس انیمه باز شدم. اینقدر مشتری بهم گفتن انیمه مورد علاقت؟ من اتک دوست دارم. اتک آن تایتان. من خیلی شنیدم راجبش ولی هنوز ندیدم. خیلی خوبه. خیلی دوست دارم ببینم. خیلی خشنم از از خود متولد چندی؟ من 81. نیومده بودی مغازه؟ نه متاسفم. اکسسوری بازم من میرفتم کارگری. اما کارگری بودی تو موسیقی. آره. عرضم به حضورت که عجیب ترین اکسسوری که دیدی چی بوده؟ خیلی اصلا الان که خیلی چیز عجیب غریب داره. این تو بخش ماسکا خیلی چیز عجیب غریبی هست. مثلا من ندارم. چون مثلا هر کدومش 15 میلیون 30 میلیون 100 میلیون. بعد ماسک مثلا روش خیلی کار شده. خیلی آره. چرا اونا هم میاری؟ آره فیگور این چیزا رو خیلی دوست دارم ولی سرمایه زیاد میخواد. فیگور که اصلا افتضاح سرمایه. الان من میخوام مثلا شروع کنم این شغل رو، سرمایه اولیه چقدر نیازه و به ازای اون سرمایه که میذارم چقدر سود، چند درصدی سود برام؟ چه پایه مثلا بگی مثلا حالا نمیخوام خیلی چیز باشه. میدونم چه میگی. ببین مغازه رو اگه فاکتور بگی، یعنی چون تو هر شهری متفاوت، خب و تو هر محله هم متفاوت مغازه. اون خودش طرف میتونه بره آمار بگیره مثلا پیش مغازه و اجاره مغازه چقدر. در و دکور باید باهوش باشی که چه در و دکوری بزنی و هر کدوم بخش چه کاریت بشه. یعنی اگر بیای فقط داخل شکل و شمایل این چیزا باشی و میبینید 150 200 300 پیاده شد. یعنی من اگر در دکور هم بهت بگم پشمات میریزه. مثلا این در دکور مثلا با اینقدر زد. چقدر؟ خیلی کم. مثلا این فلزای اینجا فکر کنم سر هم شدن 20 تومن. سعی کردم با بودجه‌ای که دارم بهترین دکور رو بذارم و بتونم جنسامو نشون بدم و بعد کم کم اضافه کنم. مثلا اینو می‌بینی دیوارو، این بعد از 1.5 ماه افتتاحیه، بعد از 1.5 ماه اجرا شده. از وقتی که این شعبه رو زدم. این شعبه رو چند زدی؟ اینجا فکر کنم الان 3 4 5 6 ماه. قبلا تو مغازه بود. اون که سمت چیز اونجا اون شعبه 2. اون چیه؟ شعبه لباسمونه. ببین تو اکسسوری سودش خوبه. به نسبت به جاهای دیگه سود خوبی داره. چند درصد؟ بستگی داره. 50% کفش مثلا بستگی داره چجوری خرید میکنی. مثلا من الان یه گردن بعد از 6 سال یه گردنبندی خریدم 700,000 تومان با خودم افتاده. بعد رفتم گشتم دیدم یکی دیگه داره 400 تومان. تهران مثلا عمده چیزو کن اکسسوری و عمده فروشی داره دیگه. چجوری اکسسوری تو هر قسمتش باید یه جایی. مثلا پوشاک خب تو یه قسمت بازار میری همه اونجا پوشاک. اکسسوری هر مثلا کلاه میخوای بری یه جا دیگه، اونو میخوای بری یه جا دیگه. هر پر و پخشه. الان خودت مثلا کجا میری؟ تهران بیشتر خرید؟ من نه آنلاین بیشتر خریدم. الان 1 سال بیشتر حضوری خرید نکردم. چون میشناسم، چون عکسو میبینم میشناسم. جنس و اینا هم تاثیر داره تو، یعنی مثلا چیز مثل جنس دارین تو وسایلی که مثلا استفاده می‌کنی؟ ببین توی مثلا گردنبند و این چیزا آره، مثلا استیل باشه فلان باشه آلومینیوم باشه اینا آره. می الانش هم یه سری جنسا میارم اینا این به درد نمیخوره. یعنی تهش هست تنوع هم زیاد. میدونیم بعد همیشه اینجوری میکنم که اونو مثلا یه دونه پست دارم داخل پیج، اینجوری بود موضوعش این بود که من این عکس داخل پیج عمده فروش دیدم بعد سفارش دادم خیلی فرق میکردم هم دیگه عکس و محصول. بعد گفتم که آقا اینو به همون قیمت عمده فروش مثلا میذارم. همش رفت قیمت همش رفت. خودم پشمام ریخته بود. آره. چند درصد گفتی؟ ببین از 30-40% داره تا 100 خورده درصد. یعنی یه جنسی هم هست مثلا 100 الان خیلی کمه. یعنی باید ببین پول زیاد داشته باشی. مثلا تو به طرف یه عمده فروشی میگی آقا من اینقدر پول میدم کل جنسات برام. اگر توی مثلا جنس اینجا مثلا فقط روی یه چیز بخوای ما رو بدی که سودش مثلا بیشتر باشه چیه؟ تو دسته‌بندی یا این کاتگوری؟
میتونم بگم یکی رو حذف کنم. یعنی راست نیست یکی رو جوراب. جوراب یعنی هم سود اصلا نداره هم سود نداره. با اینکه سود نداره الان قیمتشو گذاشتم بازم گرون از نظر خودم. من خودم فکر می‌کنم جوراب. نه جوراب اصلا. ببین جوراب مثلا میتونم برم از جاهای دیگه بخرم قیمت خیلی پایین. ولی این طرح‌ها رو نمیتونم پیدا کنم. یه تصور غلطی که مثلا وجود داشته باشه چیه؟ خیلی پول داره. ولی نسبت به تلاشی که آدم میکنه نه شغل. اصلا کاسبی ها به هر شغلی تو کاسبی بری. اصلا هر شغلی تو ایران تو دخل خرجت نمیخونه. هر چه قدم در بیاری دخل خرجت نمیخونه. سبک زندگیت هم ببری بالا باز دخل خرجت نمیخونه. چون تورم از پولی که داری در میاری جلوتر دیگه. تو الان $1000 چقدر میشه به پول ایران؟ الان دلار رو چند؟ 120 حساب کن. 120 میلیون. 120 میلیون میشه. الان 120 میلیون در بیاری میشه $1000. $1000 تو آمریکا کار کنی شغلی هم نیست. الان فقط تو شرکت‌ها مثلا نفت و دانشگاه و اینا 100 میلیون. یه کارگر ساده فکر کنم تو یه مثلا کشور اروپایی آمریکایی 4-5 هزار تا در بیاره در هفته دیگه. 1000 تا مثلا در هفته میشه. بازم تا از تورم عقبی. فیلترینگ خاصی داری برای انتخاب اجناس مغازت یا؟ آره من اگه دستم اجازه میدادن یه سری محصولات کسه خاری می‌آوردم. از لحاظ قیمتی منظورت دستت باز بود یا فضایی؟ این مملکت یه سری کار نمی‌کنه. مثلا اتفاقی افتاده؟ آره. چی؟ ببین بدترین اتفاق مجموعه من میدونی چه بود؟ سایت هم فیلتر کردن. سایت چی؟ سایت همینا؟ سایت هم اکسسوریو؟ چرا؟ جنسی توش بودی که مثلا گفتم آقا خوشمون نیومد. از چه ارگانی بود؟ نمیدونم. فیلتر شد. و شاید باورت نشه اگر سایت الان باز بود ببین 2.5 سال من داشتم رو محتوا میذاشتم رو سایت و اطلاعات چقدر فروش شده سایت؟ الان بهت میگم 2.5 سال داشتم اطلاعات میذاشتم یعنی محتوا بارگذاری میکردم همه کار داشتم رو سئوش کار میکردم هیچ هم بلد نبودم از سایت میرفتم تحقیق میکردم. بعد از 2.5 سال دینگ زرین پال فروش اومد 200 خورده. گفتم خوشحال شدم. فرداش دیدم دینگ یکی دیگه خرید. پس فرداش 2 تا دینگ اومد. یه هفته بعدش روزی 3-4 تا دینگ می اومد. 3 ماه بعدش روزی 20 تا دینگ می اومد برام. بعد داخل سایت آمار نشون بهت میده که تو 6 ماه دیگه 1 سال دیگه چقدر فروش داری. آخراش رسیده بودم به روزی 10-15 میلیون فروش. و ارسال یعنی من دیگه گفتم خب بی خیال مغازه فقط میچسبم به سایت فقط آنلاین. و ببین سایت بهترین فروش یعنی من فروش اینترنتی زیاد داشتم ولی بهترین حسی که از فروش اینترنتی داشتم سایت بود. چون هیچ مکالمه‌ای با مشتری نمی‌کنی. تمام توضیحات نمیشه طرف این خرید می‌کنه. راحت ترین اونی که میتونی در 200 سود. ولی خب چی شد بستن؟ یعنی یه دفعه پرید اصلا هیچ توضیحی هم مثلا جایی نرفتی بگیر کنی؟ بگیری کردم بعد دیدم پیگیری نکنم بهتره. میبرم هلش کنم. 2 هفته من کما زده بودی؟ من جا اونجا بدتر. نه ولی خب حق داری واقعا سخت بود. اکسسوری باز نیستم ولی قبلش سوقشون میفهمم. دوست دارم. آخه کلا تنوع بالا بعد باحاله خیلی توش خوش میگذره. خودم هم میام اینجا خوش بهم میگذره. هم مشتری هم محصول. میخواستم این چیز کنم یه سری اکسسوری داری که مثلا برای من عجیب باشه مثلا پشمام بریز اصلا ندونم به چه کار میام یا مثلا بگردم کشمو درسته؟ بابا کردتم درسته اکسسوری بازیست چه کشمو اذیت کشش انعطاف هم نداره. من ببین
و این کلش چیه جنش این که اینجوری میشه؟ یعنی هیچ چیزی نداره. جوونا این درست همونه. دیدمش. بیا میشم ببینم این چیه؟ اینو بذاری این از ایناست فروشی نیست. از ایناست که اینجوری میزنه. به من یه سری محصولات رو میارم فروشی نیست. این یکی از اون محصولات. دیدی؟ مثلا نبود ازش بیاری اصلا بیشتر؟ نمیارم. این نمیچسبه؟ اینو میذاری جلو ماشین. از ایناست که اینجوری میشن. از اون محصولاتی که نمیفروشن. خوشگله. به چشم خواهری. ایدئالت برای این کار چیه تو آینده؟ مثلا اگه اینو داشته باشی واقعا حالت خوبه دیگه. من یه مغازه 3 طبقه میخوام. مثلا یه خونه 3 طبقه میخوام. خونه. خب تو یه لوکیشن خوب و این خونه رو هر کاری، هر اتاقش، هر دیوارش مربوط به یه چیز باشه. اینو خیلی دوست دارم. راجع به مشتریایی که داشتی 2 تا داستان بگو، یه دونش دروغ یه دونش راست، یعنی بعد من تشخیص بدم که یعنی حدس بزنم کدوم دروغ کدوم راست. بهت گفته بودم محافظه‌ام ضعیف داره. آره. اصلا بذار اولیشو بگم. یه بچه اومده بود مغازه ما، یه 20 دقیقه همینجوری تاب میخورد. به مشتری ما میان اینجا همینجوری تاب میخورم و ما هم هیچی نمیگیم و خیلی هم دوست دارم تاب بخورم. بعد 20 دقیقه رفت. بعد پاد فروشندمون نبود. این داستان اول. 2 تا مشتری اومدن به شما، یه دختر یه پسر، همینجوری داشتن میچرخیدن برای خودشون بکنم 5 دقیقه 6 دقیقه و پسره به من پیشنهاد کاری. قبول کردی دیگه. باید بگی کدومش درسته کدومش غلطه. آی خدا. فکر کنم دومی راست بود، اولی دروغ بود. پادر رو زد بچه، پادر رو زد. اولی رو گفتی حس کنم دومی رو خیلی قدیم اومد. آره دومی رو یه ذره مطمئن گفتن که باورت میشه. خیلی گفتی. آره خلاقانه دوست داشتم. آره دوست داشتی دومی درست باشه. ما سال اولی که اومدیم زمان 5-6 سال پیش، خب بهت گفتم من کار اینستاگرام انجام میدم، یعنی روی آنلاین هم روی سئو اینجور چیزا تعامل کنم. میدونستم که انسان میتره کنه. سال اول مغازه برای یک شاپ 37-8 کا شدیم تو سال اول. یه جای یه تبلیغ رفتیم، دوست دارم اسمش هم بگم. اسم پیجش پریوده. تبلیغ هم میگرفتی یعنی و خیلی یه اسم دختره الان یادم نیست، یه پیجی بود که خیلی قبولش داشتن. ببین راجع به همه چی صحبت می‌کرد، راجع به زنانگی و مثلا آفرین. آره راجع به همه چی خیلی خوبم با علم و اینا هم صحبت می‌کرد. دکتری چیزی بود؟ نه ده 80 بود. خب میومد صحبت می‌کرد، مثلا متنی هم صحبت می‌کرد. آنجا دوربین نمی‌بود؟ نه. و مخاطباش هم خیلی قبولش داشتن. آقا ما چون دیدم مثلا تبلیغ میرفتم تو این پیج تینیجری تو، این خیلی سخت قبول میکرد و گفت برای پیج تو بررسی کنم این چیزا. پیج آقا بررسی کرده این داستانا و بالاخره تبلیغ ما رو رفت و من اون موقع هر تبلیغی که میرفتم 300 400 500 نفر اون موقع مثلا تبلیغ 300 400 تومان 300 400 تا خیلی خوب می، الان نه نمیاد دیگه.
الان 10 میلیون هزینه کنی به زور میاد. خب آقا ما تبلیغ ما رو رفت دیگه، من دیدم خب همینجا تک و توک دارم فالو میکنن دیگه، رفتم و گوشی رو گذاشتم کنار، داداشم هم شریکم. آره یعنی با هم دیگه ما این کار استارت زدیم. الان شعبه لباس دیگه نشسته بودیم داشتیم بازی میکردیم، بعد یه دفعه رو گوشی رفتم وارد پیج شدم و دیدم این علامت هست 100 تا فالوور، 100 تا کامنت، 100 تا لایک، اون اومد برام. بعد گفتم پشمام چه خبره، بعد دیدم همینجوری فقط اون پیجه فکر کنم 80 90 یادم نیست روی این چیزو، شاید هم کمتر روی این تعداد بود. بعد گفتم پشمام چه خبره، اینقدر فالوور، چقدر لایک، چقدر کامنت. بعد رفتم وارد پیج شخصیم شدم دیدم اونورم 200 300 نفر اونجا مثلا ریکوست دادن. آره حالا داستان چی بود؟ داستان این بوده که رفتم استوریش رو بعد دیدم این چیزا، یکی از بچه‌های فولادچت دخترم بوده. خب رفته بوده بهش پیام داده بود، گفته این تو شهر ما زندگی میکنه، خیلی هم کراشه، و اینو اون پیجه گذاشت، یعنی همین متنشو استوری کرد. آره بعد یه دفعه خب وقتی مثلا همچین موضوعی بود هم کنجکاو شده بودم مثلا این کیه این چیزا. بعد یه دفعه یه حجمی زیادی از مخاطب اومد داخل پیج. دوباره یه پیج مثلا دیگه اومده و گفته من رفتم تو فالوینگاش گشتم، اسمشو پیدا کردم، کلمه ای رو سرچ بزنید اسمش میاد. بعد داخل پست آخرم هنوز پستش هم هست، بکنم نزدیک 900 تا 1000 تا کامنت بوده، حالا پستش رو پیدا میکنم بهت میگم. و همش پیام میدم پس کی میخوای خودتو نشون بدی، ما از سمت فلانی اومدیم، ما از سمت فلانی اومدیم به خدا. و فکر کنم موقع 7 8 تا فالوور داد. احمقیت من اینجا بود، نیومدم جلو دور. من سیاست نه سیاستم این بود که آقا من جلو دوربین نمیام، تو یه حس کنجکاوی بشه. فهمیدم چی. آره من سال اول مغازه اینجوری بود، آقا مثلا میگفتم به جلو، خب 300 هم نمیخوره به اینجا، میدونی مثلا یه شغل یه چیزی که داشتم، بعد یه دفعه بیام محصول معرفی کنم یه جوری بود. تو این تناقضش شاید جذاب باشه. شاید این خیلی بعد ببین هر تبلیغی میرفتم دیگه این یهو باب شده بود توی اون حوزه، هم پیج همدیگه رو. کجا بود پیجی که بود؟ مال تهران بود منظورم. قطعا مال تهران بود. آره خودش هم نشون نداده بود، میدونی چون یه پیجای تینیجر این سبکی بودن، بعد هر کم تبلیغ ما رو میرفت این چیز باب شده بود. این دیگه مثلا میرفتن هم توی این کار تو چه مبحثی ضعیفی؟ ببین اولیش اینه که فراموش کارم، یعنی اینکه مشتری میاد پیش من 3 سال مشتریمه ولی نمیشناسمش، باید میشه چهره نمیمونه تو ذهنه، نه چهره نه اسم. این یعنی یکی از بدیای کار من. مثلا من خونه رو آره اوکی مثلا من تهران میرم، خب طرف مثلا فقط باش چت کردم و مثلا یه سال مثلا باش چت کردم آقا اینجوریه فلان، میرم تهران طرف میگه تو فلانی نیستی، مثلا اسمت با 6 نوشتی، میگم آره خودم، میگه انصاری نیستی. اینقدر حافظشون خوبه. بعد من مثلا مشتری یه سال اومده اینجا نمیشناسمش، تلاش هم میکنم ولی نمیشناسم. این یک عویز بخور اما مامانم همیشه باش ولی بازم فکر نکنم. مورد دو، من مثلا کاراکترم توی اینستاگرام یه شکله، کاراکترم تو فروش حضوری یه شکل دیگه. خب وقتی بیرون مثلا راه میرم یا مثلا چون همیشه در حال فکر کردنم حواسم هم نیست زیاد، شاید خیلی منو اینجوری دیداشم اخوام که میکنی میاد بالا. آره. خب یا مثلا عادی دارم راه میرم حالت اخمو راه میرم، این خیلی سخت ارتباط برقرار میشه با من فقط به خاطر چهرم. آره خدایی منم اولین بار دیدم. آره خیلی سخت میتونی با من ارتباط برقرار کنی تو لحظه، ولی وقتی میشینی باها مثلا کسچر میگم برات و این خیلی توی کاسبی، آره این توی کاسبی خیلی بده.
آخه طبیعیه دیگه بابا. مثلا نمیتونی که اون چیزی که نیستی باشی. بعد خب آدم معمولا تو زندگی معمولی همه جدی هن دیگه. مثلا انتظار دارن یه اکسسوری فروشی اینجوری خب نه میدونی امیدوارم که آره. اینو ما زدیم به خاطر اینکه نور انعکاس میکرد روی این داستان. نه الان اوکی فکر کنم دیگه. حاجی اینم آینه فکر کنم خیلی سخت‌تر از بقیه‌اش. این یکی از معروف ترین آینه های اینجا و همه میان عکس میگیرن بود این، با اینکه من زیاد دوستش دارم، یعنی خیلی دوستش دارم، ولی این کیفیت آینه‌اش خوب نیست. منظورت دوست داری خیلی براق باشه و چی؟ خیلی واضح نیست. هر روز فکر کنم بعد با روزنامه تمیزش کنی. بازم تمیز نمیشه. این This is very old picture of me. آره. 1200 استیکر اینجا چسبیده شده. 1200 تا. آره. افراطی بی منطق. گوشتم. همانقدر که میارزد اینجا 4 تا از بچه‌ها درد خواهد داشت. جالب. تو چون خیلی نزدیک نشستی اینجوریه. ببین بعضی موقع اینجا میان دست میمالم بشه. دیگه الان 1 سال خورده ببین کیفیت استیکر. خدایی 1 سال خورده اینجا. بعد تازه تمیز می‌کنیم آبم میپاچه اینجا. یعنی میخوای بگی استیکرامون قابل شستشوئه. دیدی؟ ضد آبه قابل اینجوری بالا. بنداز لباس چی؟ هدف لاو بود ولی طرف گاو بود. آقا افشین خیلی متشکرم. خیلی لذت بردم. خیلی حال داد. از این ویدیو کم کم تو اینستام میذارم که از اینستا کم کم مردم بیان. خیلی دوستتون دارم و در کنار شما من هم یاد میگیرم و اینکه هیچ دیگه قربونتون برم. خیلی مخلصم. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدارتون.